آینده رو چطور میتونیم پیش بینی بکنیم؟ مدت‌ها قبل ما میگفتیم که گذشته چراغ راه آینده است، ولی واقعیت اینه که الان نمیتونیم. فقط باید مجهز باشیم به تغییر کردن. ببینید، سوال اینه که ما آینده رو چطور میتونیم پیش بینی بکنیم. یه مبحث خیلی مهم هستش، اصلا یک موضوع، اصلا یه موضوع تدریس هستش، آینده پژوهی. مدت‌ها قبل ما میگفتیم که گذشته چراغ راه آینده است. گذشته رو مطالعه کن، آینده رو میتونی پیش بینی کنی. چرا؟ چون سطح تغییرات در دنیا اینقدر وسیع نبود که ما با اتفاقات، با شوک‌های خیلی عجیب و غریب آینده مواجه بشیم. ما کافی بود که میرفتیم تاریخ رو مطالعه میکردیم، از گذشته درس میگرفتیم، عبرت میگرفتیم، میتوانستیم آینده رو هم پیش بینی بکنیم. ولی واقعیت اینه که الان نمیتونیم. الان اینقدر پارامترهای قابل تغییر زیاد هست، موضوعاتی که داره در دنیا تغییر میکنه وسیع هست و اینا به هم دیگه هم ارتباط پیدا میکنن. مثلا ممکنه که یک تغییر تکنولوژیکی در ساخت یک تجهیز پزشکی اتفاق بیفته، همزمان با اون در واقع این باعث بشه که یک تغییر تکنولوژیکی در صنعت مثلا خودرو هم اتفاق بیفته. چرا؟ چون این تکنولوژی که ایجاد شده در این دوتا صنعت داره به کار برده میشه. یعنی چی؟ یعنی که یک تغییری تو 5 تا حوزه، 10 تا حوزه تغییر ایجاد میکنه و به صورت دومینو این داره زیاد و زیادتر میشه. ما برای همین نمیتونیم دیگه بگیم آقا گذشته چراغ راه آینده هستش و فقط باید اصطلاحاً مجهز باشیم به تغییر کردن. به قول معروف چمدونمون بسته باشه برای تغییر. نمیتونیم بگیم الان من مطالعه میکنم، حتی از تجربیات گذشته استفاده میکنم، یک آینده پژوهی هم انجام دادم، سناریوهای مختلف آینده رو بررسی کردم، پس من دیگه آینده هیچ شوکی به من وارد نمیکنه. نه، اینطور نیستش. به نظر من شرکت ها باید مجهز به تغییر برای آینده بشن. خیلی وقتا درسته که آینده پژوهی میکنیم، آینده سازی میکنیم، با تغییر خودمون رو همراه میکنیم. من منکر علوم آینده پژوهی نیستم، ولی این که ما بگیم الان با مجهز شدن به این تکنیک ها پس من دیگه برای آینده آماده هستم، نه. ما باید مجهز به تکنیک های ذهنی و روانی برای آینده باشیم. باید اوپننسمون بالا باشه، باید انعطاف پذیر باشیم، سازگار پذیر باشیم، باید بتونیم به لحاظ ذهنی و روانی آماده بشیم که از نو یاد بگیریم. چرا آدم هایی که تجربه بالاتری دارن با تغییر مخالفت میکنن؟ چرا؟ چون طی سالیان سال یک موضوعی رو یاد گرفتن و حالا به عنوان مهارت میبینن و فکر میکنن درسته و نمیخوان قبول کنن که امروز دیگه اون مهارت اصلا دیگه کاربردی نداره. مثلا فرض کن کسی که متخصص ظهور فیلم آنالوگ بوده، یا کسی که یه شرکتی که داشته فیلم های آنالوگ تولید میکرده برای دوربین ها، متخصصین رو در نظر بگیرید که تو این صنعت داشتن کار میکردن و حالا اینا ضرب در صفر شدن، دیگه هیچ کسی به اینا کاری نمیده و حتی آینده شغلی هم دیگه ندارن. خب آیا کسی فکر میکرد که دوربین های دیجیتال اینقدر وسیع مورد استفاده قرار بگیرن که اینا دیگه نتونن کار بکنن؟ یا زمانی که مثلا تاکسی های اینترنتی میخواست بیاد، هیچ کدوم از این شرکت های آژانس های مسافرتی فکر نمیکردن که روزی کسب و کارشون تحت شعاع قرار بگیره و نابود بشن. ولی واقعیت اینه که آینده اومد. کسی موفق بود که به لحاظ ذهنی مجهز به تغییر بود
فریم های ذهنیش رو نبسته، آماده بود که دوباره یاد بگیره. امروز شخصی موفق هست، شخصی میتونه با آینده مواجه بشه که توانایی یاد گرفتن مجدد رو داشته باشه. حتی چیزی که زمانی یاد گرفته رو توانایی بازآموزی داشته باشه، دوباره یاد بگیره. مثلا من میگم که من متخصص پمپ هستم، شرکتی دارم که تو حوزه پمپ فعال هستش، آموزش پمپ میدم. آیا به لحاظ ذهنی آماده این هستم که دوباره یاد بگیرم؟ چرا؟ چون ممکنه سطح تغییر تکنولوژیک به قدری بالا بره که دیگه پمپ‌هایی با تکنولوژی جدیدی بیان و با اصول علمی حتی متفاوت‌تر. آیا من توانایی یادگیری مجدد رو دارم یا میخوام به گذشته خودم افتخار کنم؟ با غرور در مورد گذشتم صحبت کنم که بله من 20 سال 30 سال تجربه مهندسی پمپ رو دارم. اگر من به لحاظ ذهنی خودم رو مجهز کردم، چیزی که امروز به عنوان دانش دارم، به عنوان مهارت دارم، روزی فرا خواهد رسید که مثل یک آدم 20 ساله بدون تجربه خواهم بود، اون موقع من میتونم بگم خودم رو آماده مواجهه با شوک آینده کردم. توانایی اینو دارم که هر آن چیزی که دارم، هر آن چیزی که آموختم رو بذارم کنار و دوباره یاد بگیرم. خیلی کار سختیه ولی راهی وجود نداره، راهش همین.